جلال نظروف است که بالای بستر 4 فرزندش می‌گرید. با سپری شدن 4 روز از زمان وقوع حادثه، این پدر حالا هم به آنچه به سر فرزندانش آمده است نمی‌خواهد باور کند. روز 23 مارس در دهه مرغک ناحیه مومن آباد، رخسار حسنova آب جوشان را به سر و روی فرزندانش که در کنج خانه آرامانه بازی می‌کردند پاشید. همون خرابایی‌های همون جوگایی که در بالای همون پیچکا موندگی‌اند، یک ممکن 40 لیتر آب بروینده که همون را همش ریخت سر دهن همون گلگون ریخت. این طفل 2 ساله خردترین اعضای خانواده است که مورد هجوم مادر مجنون قرار گرفته است. بچه‌م میگه که وقتی که میگه که در سر دهن خواهرم مثل اپام که آب شبید بچه‌م میگه مویا واقعا کردن ما ترسر رفتم در کوچه که در اون کردم برام میگه این بچه کلونی قاعده دختر کلونی یا ایدم شون داده برام در دستش مالاتوب در دستش مثل. در بیمارخانه مرکزی ناحیه مومن آباد بر رادیوی آزادی گفتند که کودکان نابالغ از 15 تا 37% سوختند و حالا برای تبابت آنها تمام چاره‌ها اندیشیده شده است. خیلی که نسبتاً با روز اول اومدگی با خیلی خیلی حالتشون خوب شده است. خیلی دورو پدرش به شورا خیلی ناموسته قدر کردن امسال بوی با دولت هم نیستن لیکن دورو را سر وقت آورده ایستن. خیلی رخسار حسنova مادر این کودکان به اعتراف جلال نظروف بیماری روحی داشت، اما سال 2012 او را تبابت کردند. تا وقوع این حادثه رفتاری مشکوک از آن ندیدند. فرزند سیمی 6-7 ماه تخمینا ناکشیده بود. بعدی که دوش خوندن بعد همین کسل هوش داده بود. سوز بود. ایدیگل 9 ساله میگوید مادرش آب چای‌نیک‌های چایجوشی را اول به سر و روی او و برادرش ریخت. اول در سر روی کی شپی؟ داوید. بعد در کی گرفت؟ اول از امتش گرفت. بعد جلال نظروف پدر خانواده میگوید تخمینا ساعت 9 صبح همسایه ها به او که در کار بود زنگ زده از حادثه به سر فرزندانش آمده خبر دادند. رخساره 36 ساله مادری که فرزندانش را سوزاند حالا در بیمارستان کسلی‌های روحی شهر کلاب بستری است. ملیسه منطقه کلاب حادثه را تفتیش دارد.